با گشت و گذار در رسانه‌های اجتماعی متوجه این موضوع میشید که دوستای خوش‌هیکلتون عکسایی از ورزش کردن، پیشرفت در گذر زمان و البته غذاهای ظاهرا سالمی که میخورن به اشتراک میذارن و کلی از خودشون تعریف میکنن. بدون شک بعضی اوقات به پست‌های اونها در مورد شیک‌های فوق‌العاده پروتئین که درست قبل از باشگاه مینوشند هم برمیخورید. شیک پروتئین وی یا همون آب پنیر با فاصله زیادی از بقیه محبوب‌ترین نوع این شیک‌های پروتئین حساب میشه. اما پروتئین وی دقیقاً چیه؟ وی نوعی از پروتئینه که به طور طبیعی در شیر وجود داره. وقتی که شیر با مایع پنیر که ترکیبی از آنزیم‌های لخته کننده است مخلوط بشه، به دو ماده مختلف تفکیک میشه. یکی از اونها همون پروتئین ویه و ماده حاصل دیگه لخته‌های باقی مونده شیر هست که در تولید پنیر و همچنین برادر کمتر محبوب پروتئین وی یعنی کازئین استفاده میشه. وی مایع حاصل از پاستوریزه و خشک شدن تبدیل به همون محصول آشنایی میشه که تو قفسه فروشگاه‌ها پیدا میشه. اما این پروتئین وی دقیقاً چه چیزی داره که اون رو اینقدر خاص و مهم کرده؟ این ماده شاخص البته همون پروتئینه و سرشار از اسیدهای آمینه متنوعه. این ماده به غیر از گلوتامین شناخته شده، تیروزین که به ترشح دوپامین کمک میکنه و آرژنین که افزاینده نیتروژن هست هم در خودش داره. به علاوه دارای انواع دیگه مثل لیزین، گلیسین، فنیل آلانین و اسید آسپاریک هم هست. اما این ماده حاوی آمینو اسیدهای شاخه‌دار یا BCAA که در ساختن عضله نقش مهمی دارند هم میباشد. وجود مقدار کافی BCAA ها مخصوصاً لوسین در بدن به همراه انجام تمرینات قدرتی سنتز پروتئین عضله را به مقدار قابل توجهی افزایش میده. با داشتن حدود 3 گرم لوسین در هر وعده پروتئین وی قطعاً میتونیم باعث افزایش عضله سازی در باش از پیج فارمامین دیدن کنید.